چون باور نکرده است. چقدر دور شدم از اشاره خورشید، چقدر وسعت یک خانه کوچکم کرده است. من از کدام جهت رو به نیستی رفتم؟ کجا شکفتن دل آخرین نفس مرا دزدید؟ کجا تمام شدم از عبور نیلوفر؟ یک جاده، یک اشاره، چراغ در کف جاده، من، تو، او. چگونه سرعت ماشین مرا ز من دزدید؟ چگونه هیچ نگفتم؟ چگونه تن دادم؟ چقدر فاصله دارم من از شکوه درخت و رد پای من از سمت باغ پیدا نیست؟ تو میبینی؟ بعید میدانم. و چشمهای من از اضطراب گنجشکان چقدر فاصله دارد، چقدر بیگانه است، چقدر خالیم از سبز پرنده‌ای که با من نیست، چقدر خالیم از امتداد زیبایی. چقدر دور شدم از قرابت دریا، جمال سبز صنوبر مرا ز خاطر برد. چقدر سوخته در من عبور چلچل، سوخت در من. چقدر خوشباورم و چقدر دروغ در تو جاری است. گوش کن، چقدر پشت دلم خالی است، چقدر پشت دلم خالی است. سلام، صبح بخیر. غافلگیر شدم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به همه اونهایی که دلشون رو انقدر جلا دادن که اجازه نمیدن هر کسی بیاد رد شه و یه ناخونک بکشه، چون حسشون انقدر باور به زندگی و انقدر آدما رو قبول دارن و انقدر نگاهشون قویه نسبت به آدما که ششدانگ حواسشون به پیرامون زندگیشون هست. اجازه بدین اول تسلیت بگم وفات بانوی نیکسرش رو حضرت معصومه و این عزیز بزرگواری که الگوی همه زنان مؤمنه. میگن بانو حضرت معصومه برای دیدن برادرش امام رضا مدینه رو به قصد طوس ترک میکنه. در راه ساوه احساس بیماری بر ایشون غالب میشه و از ساوه منتقل میشن به شهری که قم نام داشته. در منزلی دوره نقاهت رو به سر میبره و در همون منزل وفات میکنه که اون خونه رو اسمش رو در حال حاضر باشن بیت النور. و روایت میگن از امام صادق علیه السلام که قم رو عش آل محمد نام گذاشته، یعنی خانه خاندان محمد، و حضرت معصومه نیز در این خانه که امروز روز اون رو به اسم بیت النور میشناسن و فوت کردن. و دوباره روایت از امام صادق که میگه هر کس به زیارت معصومه رود بهش را از آن خود کرده. دلتون اگه لرزید که حتما هم میلرزه، نظری اگر داشتید که حتما هم داشتید، برای ما هم که دل سوخته این دعا کنید. من خیلی داشتم با دقت هرچه تمامتر توجه میکردم به گفته‌های همکار خوبم آقای جواد مولانیا، اما آقای مولانیا چیزی نشنیدم، ولی میدونم که مثل همیشه خیلی خوب گفتگوتون رو مدیریت میکنید و در خصوص سوژه‌ای که انتخاب کردیم. آره واقعا من نمیدونم این چه حس و حالیه که در بعضی از ماها به وجود میاد که فکر کنیم همه چی برای ما مهمه. برای ما مهمه روزی حلال به دست بیاریم، برای ما مهمه که بهترین ها مال ما باشه، ما نوعی. برای من مهمه که مثلا هیچ چیزی به من آسیب نرسونه، برای من مهمه که احساسم خدشه‌دار نشه، برای من مهمه که اشکم سرزیر نشه، برای من مهمه که کسی به من و اطرافیانم تلنگری نزنه و آسیب نرسونه. خلاصه هر چی که بهترینه فقط برای من مهمه. آره فقط برای تو مهمه. هیچ کس آدم نیست، هیچ کس یه حس خاصی نسبت به زندگیش نداره، هیچ کس مثلا متوجه نمیشه که روزیه حلال و کسب کردن یعنی چی. هیچ کس یعنی نمیخواد که یه حس خوب داشته باشه نسبت به زندگی. هیچ کس دوست نداره چراغ خونش با شرافت روشن شه. فقط برای تو، یعنی برای من فقط مهمه. این هم برمیگرده به همون احساس مسئولیت کردن نسبت به آدمای دیگه، حق و ناس رو به جا آوردن. و خیلی خیلی ساده است اما خیلی خیلی عمیق و پیچیده است. اما ای کاش یه حسابی دو چهار تا تو ذهنمون میکردیم با این همه الگویی هم که تو زندگی داریم و این همه راه و روش های دینی رو که به جا میاریم،
در عمل هم نشون میدادیم. سال داره عوض میشه، داریم نزدیک میشیم به سال تحویل، به سال جدید، به نو شدن لحظه های نو. همه میشنن خلوت میکنن با خودشون که من این کارو میکنم، من کارو میکنم، فقط در کلامه، در عمل چیز دیگه ایه. همه قطار میکنن جمله های زیبا، حرف های زیبا رو، اما در صفت و در رفتار چیز دیگه ای دیده میشه. اما نه، قراره یک انقلابی بشه تو قلب من، تو فکر من، تو نگاه من، چون کائناتی وجود داره و باری تعالی خیلی خوب همه چی رو میبینه. صبح خیر. بسیار خوب. من داشتم اینجا تصاویری که توی واحد پخش شد، چون اینجا مانیتور نداشتیم، از طریق دوربین همکار خوبم میدم با اجازه کارگران محترم سرکار خانم جمشیدی. خانم زعیمی عذرخواهی میکنم، بچهای واحد صداشون نمیاد، سرکار خانم زعیمی. و ممنونم خانم زعیمی که خانم زعیمی اجازه دادیم، متشکرم. و داشتم به این فکر میکردم که این واژه اورژانس و سوانه سوختگی و اتفاقات و بعد دفعه چند روز تعطیلات خراب شدن و سرنوشت یه خانواده عوض شدن و اتفاقاتی که برای یه شب یه لحظه که اسمش یک شادی کاذبه، اسمش یک خوشی الکیه، به چه قیمتی قراره تموم بشه. بعد دیدم که نه، سال به سال خوشبختانه داره اتفاقات بهتر میفته و پلیس خیلی خوب داره عمل میکنه. اما واقعا ما پلیس رو میذاریم کنار، با قوانین هم کاری نداریم، با سرنوشت شما ولی کار نداریم، دست خودتون دوست دارین که اینجوری بشه. به عنوان یک انسان، به عنوان یک آدم با وجدان، تو چقدر احساس مسئولیت میکنی که همین الان هم داشتیم صحبت میکنیم در خصوص در مورد زندگی سایر آدما، تو چقدر احساس میکنی که میتونی پلیس خودت باشی در جامعه و به قانونت احترام بذاری برای اینکه کمترین اتفاق بیفته. و امشب آخرین سه شنبه سال، شب چهارشنبه سوری، صدای انفجار، صدای ترقه، پشت سرش جیغ و ناله و گریه، فغان و بیدادی و بینالی و خلاصه هزار یک اتفاق خانواده ها، اون هم در ایام تعطیل. همین چند روز پیش که آقای مهندس بهادری اینجا تشریف داشتن و داشتن در خصوص کاشت مثلا بعض برای سبزی سر سفره 7 سین آموزشایی رو میدادن، یه مسابقه هم برامون داشتن و نخوربیه خونه‌شون هم براشون آورده بودن. پشت صحنه یه چیز خیلی جالب من گفتن آقای مولانیا، گفتن کرمانشاهی ها به بهار میگن شت بهار، یعنی بهار دیوونه، یعنی بهاری که قاطی میکنه. واقعا اینطوریه. یه روز الان گرمه یه غافلگیر میشی. تهران دیروز چنان برفی بارید که اصلا ترافیکو مختل کرد. مثلا نمیشه پیش بینی کرد تو این فصل که قرار چه اتفاقی بیفته. یه لحظه آفتاب میاد، یه گرمای خاصی رو من شما هدیه میکنه، یه لحظه چنان سرمای سوزی میشه تو جونتون که فکر میکنین که چله بزرگه برگشته از زمستون داره از سر داره کارش شروع میکنه. ما بله رانتریم داشتم تنظیم میکردم که تو فکرم که الان چی باید بگم. گفتم که چی میتونم بگم وقتی در تمام سالها ما کنار هم، در تمام ماها ما کنار هم دیگه زندگی کردیم و اینکه حالا یه تکنولوژی رو با آشپزخونه آوردیم و امکاناتی رو فراهم کردیم و یه عالمه مربیای خوش‌ذوق و با سلیقه و کدبانه آوردیم که انواع اقسام غذاها رو به ما آموزش دادن و خلاصه اینکه یه عالمه تکنیک داشتیم برای پخت انواع شیرینی‌های خانگی و یه تنگ خیلی خوشگل خانم حمیدیان با این ماهی قرمز کوچولو که داریم کوچولو میریم به استقبال بهار و یه عالمه آدمای باصفا مثل شما. من هم باز هم دوست دارم با افتخار اینجا در جای خانه فیروزه‌ای بایستم و بگم که حتی اگه یک روز هم باقی مونده باشه از این که بخوایم یک خداحافظی برای هم بکنیم برای رفتن اومدن با یک سلام پر انرژی تر، برای من بسیار با ارزشه. حتی 100 ثانیه مراقب باشیم اگه دل شما حساسه، دل همه آدما حساسه. اگه شما نسبت به زندگیتون احساس مسئولیت میکنین، همه آدما نسبت به زندگیشون احساس مسئولیت میکنن. اگه شما بهترین ها رو میخواین که حقتونه، شایستگیشو دارین، همه حقشونه که بهترین ها مال اونها باشه. یک احترام متقابل، یک احساس مسئولیت، حس انجام وظیفه، حق و ناز همه چی رو حل میکنه. امسال سال توئه، اینو مطمئن باش. بهار 90 با همه زیباییش مال نگاه مهربون تو بانو جان. به خودت برس. خدا نگهدار.